سلام دوستان، با کانال نکاتو خوش آمدید. درباره قبیله‌ای که آدمان آن در بین آب مثل ماهی‌ها حرکت می‌کنند چیزی شنیدید؟ و یا قبیله‌ای که بینایی چشمانشان خیلی بقوت است و قبیله دیگری که از حیوان‌های وحشی نمی‌ترسند. در این ویدیو یک جایه با قبیله‌های آشنا می‌شویم که توانایی‌های عجیبی دارند. پس تا آخر برنامه با ما باشید و لایک ماندن را فراموش نکنید. شاید میدانید که کفتارها حیوانات وحشی هستند که جسدی مردگان را میخورند و انسانها باید از این حیوانات دور باشند. اما این قبیله نیگریا لقبی رام کننده کفتار را به خود گرفته است. در کنار آدمان این قبیله 3 کفتار، 4 میمون و 2 مار پیتونی کلان زندگی میکنند. این آدمان توانستند این حیوانات وحشی را به خود رام کنند. این قبیله جای زیستی مخصوص ندارد. آنها از یک شهر به شهر دیگر سفر کرده به همراه حیوانات وحشیشان برنامه‌هایشان را اجرا می‌کنند. در برنامه‌های آنها نقش اساسی را کفتارها، میمون‌ها و مارها بازی می‌کنند. اینچنین در وقت اجرای برنامه‌هایشان چیزهایی را می‌فروشند که در برابر این حیوانات وحشی به انسان یاری می‌دهند. البته در وقت اجرای این برنامه‌ها آدمان عادی نباید اشتراک کنند چون که حضور این حیوانات برای آنها خیلی خطرناک است. حتی آدمان همین گروه هم در دستشان چوب دارند و کوشش میکنند که از وحشی شدن یا حمله کردن این کفتارها و مارها و میمونها پیشگیری کنند. آدمان این قبیله میگویند که خداوند به آنها هنری خاصی داده است که آنها میتوانند این حیوانات را به خود رام کنند و این برنامه‌ها را اجرا کنند. اگر این قبیله نیگریایی توانایی کنترل کردن پیتون، میمون و کفتارها را دارند، قبیله دیگری هست که مارها را کنترل میکنند. این قبیله هندو مارها را کنترل کرده رام میکنند و توانایی‌های دیگری نیز دارند. این قبیله ایرولا نام دارد و در منطقه‌های گوناگون هندوستان زندگی میکنند و مقدار آنها به 200 نفر میرسد. آنها مارها را به خاطر پوست و گوشتش شکار نمیکنند، بلکه چیزی قیمت‌تر به آنها لازم است و آن زهر مار است. برای شکار کردن این مارهای زهری نه تنها کلانسالان بلکه کودکان نیز اشتراک می‌کنند. کودکان این قبیله از 8-9 سالگی به شکار مار می‌برایند و در دوره نوجوانی الکی از عهده شکار کردن ماری زهرناکترین یعنی ماری کبرا می‌برایند. برای شکار ماری کبرا اساساً همه عائله اشتراک میکنند. کلانها در دست چوب مار را شکار میکنند و بعد از چند تلاش و کوشش آن را به درون خلطه میاندازند. عائله های این قبیله در یک روز تا 15 ماری کبرا را شکار میکنند و البته نتیجه کار به زهرآلود شدن بدنشان نیست. وقتی مارها با آنها نیش میزنند، آنها زود به خانه هایشان رفته از داروهای سنتی و طبی قدیمی استفاده میبرند. یعنی هیچ وقت به خاطر نیش زدن مار آنها به بیمارخانه نمیروند. اما برای اینکه مار به انسان نیش نزند، اولا باید جای مار را عمیق دانند و دوما باید عکس‌العملی تیز داشته باشند تا توانند از مار گریزند و یا اینکه بینایی چشمانی به قوت داشته باشند. باوری داریم که اگر قبیله ایولا مثل قبیله استرالیایی چشمانی به قوت می داشتند، آنها حتما مارهای بیشتری را شکار میکردند. این قبیله استرالیایی بینایی چشمانشان خیلی با قوت است. دانشمندان میگویند که چشمان آنها نسبت چشمان مردم عادی 4 برابر نزدیکتر و بهتر میبیند. شاید این توانایی در طول سالیان زندگی کردن در جنگل به دست آمده باشد. آدمانی که در جنگل زندگی میکنند دائما احتیاط هستند و باید خود را در برابر حمله حیوانات وحشی احتیاط کنند. به همین خاطر بینایی چشمانشان به درجه عالی بلند شده است. اگر همین آدمان در ارتش کشور اشتراک کنند، بیشک کسی از نگاه آنها پنهان شده نمیتواند. اما حقیقت تلخ درباره بینایی آدمان این قبیله این است که بعد سن 40 سالگی آنها یا به بیماری چشم گرفتار میشوند و یا تماما بینایی خود را از دست میدهند. تا آخر برنامه با ما باشه تا ببینیم که قبیله نوبتی چه خیلی میتوانند در درون آب به عینک همه چیز را ببینند و به مثل ماهی مدت طولانی شنا کنند. این قبیله های عجیب دنیا هستند که توانایی ها و هنرهای به حد حیرت آور دارند. آدمان قبیله موکن از دوره کودکی در آبهای آزاد شنا کردن را یاد میگیرند. از همان دوره کودکی آنها به محیط درون آب عادت میکنند. این قبیله در ساحل های بین تایلند و میانمار زندگی
زندگی میکنند. آنها وقتی در درون آب قرار میگیرند به یگان بار زیادی وزن بدنشان زیاد میشود و این سبب میشود که به چقوری آب درآیند. اما آدمان این قبیله وقتی که به سن پیری میرسند دیگر آن هنر و استعدادی پیشینه را ندارند و برای درآمدن به درون آب و گشودن چشمانشان خیلی مشکلی میکشند. با وجود آمدن سونامی و طوفان‌های شدید در سالهای اخیر خانه‌های این قبیله ها را ویران کرده است و آنها مجبور شدند که به جای‌های به خطر کوچند. به همین خاطر آببازی کردن آنها در چقوری آب‌ها روز به روز کمتر می‌شود. البته قبیله ماکن یگانه قبیله نیست که به چقوری آب به یگان تجهیزات می‌دراید. آدمان قبیله باجورو که در جنوب شرقی آسیا و بیشتر در ساحل‌های اندونزی زندگی می‌کنند، آنها نیز قابلیتی به درون آب درآمدن را دارند. اگر قبیله ماکن در درون آب درآمده به چقوری آب می‌رفت، اما قبیله باجورو می‌تواند مدت زیاد در آن چقوری باقی بمانند. اگر آدمان عادی مدت 2 دقیقه در درون آب طاقت کنند و به اکسیژن مانند، اما آدمان قبیله باجورو اساساً نفس‌کشی را به مدت 15 دقیقه فراموش می‌کنند و به اکسیژن در چقوری آب‌ها می‌گردند. بر اساس تحقیقات آزمایشاتی انجام شده معلوم شده است که رگ‌های بدنی آدمان قبیله باجورو وسیع‌تر هستند و هر چقدر که رگ‌ها وسیع باشند اکسیژن درون آن بیشتر خواهد بود و آدم به نبودن اکسیژن بیشتر طاقت خواهد کرد. اینچنین پیشتر معلوم شده بود که آدمانی که در بلندی‌ها زندگی می‌کنند شش‌های کلانتر و موشک‌های با قوت دل دارند که همه این سبب می‌شود که آدمان این قبیله اگر به بلندی برآیند به کپسول‌های اکسیژن می‌توانند که نفس کشند و در درون آب نیز به اکسیژن طاقت می‌کنند. حالا از زیر آب برآمده به خشکی‌ها و به طرف افریقا می رویم. اگر اهمیت داده باشه در مسابقه های دویدن اساساً آدمان افریقا اشتراک می کنند. مخصوصاً دوندگان اشتراک کرده در ماراتون کنیا. دونده هایی که در مسابقه های کنیا اشتراک می کنند خیلی زیادند و به دوره مسابقه های جهانی نیز رسیدند. یکی از قبیله های آنجا کالانجی نام دارد که مقاومت زیادی دارند و هنرشان در دویدن به همتاست. دانشمندان میگویند که بیشتری آدمان قبیله کالانجی در برابر 90% آدمان روی زمین میتوانند در مسابقه دویدن برد کنند. پسران و دختران این قبیله در مدت خیلی کم میتوانند برای دویدن و اشتراک در مسابقه های دویدن جهانی آماده شوند. وقتی دانشمندان درباره این توانایی دویدن در آدمان قبیله کالانجی تحقیقات انجام دادند، معلوم شد که سبب این استعداد در ژنتیک آنها بوده است. اما گروهی دیگر گفتند که سبب آن در طرز زندگی آنها از دوره کودکی میباشد. اما گروه سوم دانشمندان سبب آن را هم محیط زندگیشان و هم خوراک خوردن مخصوصی آنها می‌داند. آیا شما هشدار کشیده می‌توانید یا با واسطه هشدار کشیدن یگان موسیقی را اجرا کرده می‌توانید؟ اگر دوست خود را در آن طرف راه بینید چه خیلی او را فریاد میکنید؟ البته هر کسی در این جهان استعدادی هشدار کشیدن را ندارد. حالا با توانایی خاصی قبیله خونوم که در جنوب چین و ویتنام زندگی میکنند آشنا شوید. آدمان این قبیله در هشدار کشیدن هنری عجیبی دارند و اساساً با یکدیگر با واسطه هشدار کشیدن صحبت میکنند. اساساً این تنها قبیله نیست و قبیله های کنارهای جنوبی امریکا و افریقا نیز با این راه با همدیگر صحبت میکنند. و در آخر برنامه میگوییم که اساساً بیماری‌های دل و رگ‌های خونگرد بیشتر سبب مرگ آدمان میشوند و همین خاطر آدمانی که قلب سالم دارند در حقیقت خوشبختند. آدمان قبیله سیمونی در اندونزی نیز همین خوشبختی را دارند. آنها سالمترین قلب‌ها را در جهان دارند و بیماری‌های دل و رگ‌های خونگرد و یا بیماری فشار بلندی هیچگاه آنها را آزار نمی‌دهد. بعد از آنکه بر روی آنها آزمایش‌ها انجام شد، دانشمندان فهمیدند که دل و رگ‌های خونگرد آنها در حالتی به‌حد خوب قرار دارند. سبب این قلب‌های سالم را در خوراک‌های مخصوصی آنها می‌دانند. آدمان این قبیله کمتر روغن استفاده می‌برند و بیشتر ماده‌های طبیعی را می‌خورند. اینچنین روزانه ساعت‌های طولانی زحمت می‌کشند و عرق می‌ریزند. اگر شما هم می‌خواهید مثل آدمان این قبیله دلی سالم و با قوت داشته باشید، باید خوراک‌های طبیعی و با قوت را استعمال کنید. اینچنین به طور دائمی و یکنواخت باید ورزش کنید. تشکر که تا آخر ویدیو با ما بودید. اگر ویدیوی ما با شما پسند آمده باشد حتما لایک گذارید. برای به خبر نماندن از ویدیوهای نوبتی ما با کانال ابونه شوید.